ایمنم حسن جان من فدای حرف پیغمبرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از گمان بد اجتناب کنید، یعنی به کسی گمان بد نکنید، زیرا گمان بد بدترین نوع دروغ است. حدیث متفق علیه. بله برادران و خواهران عزیز، گمان بد گناه بزرگ است که خداوند هم آن را مذمت کرده بندگانش را از آن منع کرده است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانهای بد بپرهیزید، بیشک بعضی از گمانها گناه است. صدق الله العظیم. گمان بد پیامدهای خیلی خطرناک دارد که انسانی که ایمان به روز حساب داشته باشد البته از آن پرهیز می نماید. جنگ و اختلافات خانوادگی که عاقبت به پاش خوردن عائله ها می انجامد، جنگ و اختلافات همسایگان و همسنفان و غیره، همه اش از همین گمان بد سرچشمه می گیرد که حتی به قتل و کشتار هم نوبت می رسد. گمان بد اگر یک گناه باشد ولی گناهان زیادی را به بار می آورد. بدگمانی می تواند در جامعه یک فتنه و فساد بزرگی را برپا کند. العیاذ بالله. हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा, खुदा ने उनका है नाम लिखा। कहीं कहीं पे दुरूद लिखा, कहीं कहीं पे सलाम लिखा, कहीं कहीं पे सलाम लिखा, कहीं कहीं पे दुरूद लिखा, कहीं कहीं पे सलाम लिखा, कहीं कहीं पे सलाम लिखा। जहाँ जहाँ पे हुजूर पहुँचे वहीं पे कुरान आ रहा है। जहाँ जहाँ पे हुजूर पहुँचे वहीं पे कुरान आ रहा है, वहीं पे कुरान आ रहा है। मैं देखता हूँ उन्हीं की खातिर खुदा ने अपना कलाम